سلام علیکم استاد. علیکم سلام. استاد سرآول همه شما را به روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تبریک و تهنیت میگویم. سوال خودم را چنین میدیم که نمیشود که ایو دوری در هر دو تا نه نه مونش بله با همین طرفدار بزرگ استاد کبیری بله میگم بله نمیشود ای دوری هر تون شتگی سراتون سفید بیاین تاجیکستان آباد کنه. میشود. خوب است، ذکر خوب است. انشاءالله میشود. چیکار کنیم باید؟ یه تسلیم بشین آخی. چخل بیایم ما که بیایم تسلیم شیم تاجیکستان چطور آباد میکنیم؟ آخی همین شما خوینا اگر رو طرفا در خیلی گپای قبه نزننی تاجیکستان آباد ای آخی استاد. خب مثلا ما میگفتن که اگر حزب نهضت نباشد تاجیکستان آباد میشود. حزب نهضت در خارج آمدیم، ما از همینجا گپ زده ایستادیم تاجیکستان چگونه خلل میرسونیم. تاجیکستان باید آباد شده رفتن بگیرن. 5 ساله که ما در تاجیکستان نیستیم. تاجیکستان از جای 150 در آزادی مطبوعات به 170 فرو آمد در 5 سال نبودن ما. تاجیکستان در مسئله معاش، کم بودن معاش، از جای 160 بود به 180 فرو آمد. در تمام مسئله ها در همین 5 ساله که ما نیستیم تاجیکستان 15-20 پونکت پایان غلطه. خب پس ما این حاضر برنامه داریم که بریم تاجیکستان آباد کنیم، اما بریم تسلیم شویم یا زندانی شویم دیگر به تاجیکستان کمک کرده نمیتونیم. بهتر نیست که در همین بیرون بشینیم آزاد باشیم و برادران زندانی ما کمک کنیم، به شما کمک کنیم، رحمانوف را کم کم تنقید کنیم که به شما برق بدهد، به شما معاش بهتر کند. مگر این فایده ما به مردم ملت نمیرسد؟ حالا من رفتم زندانی شدم مثل برادر زید سعیدوف و محمد علی و سعید عمر، از من دیگه به شما چی فایده میرسد؟ و لایکاتون را گذارید، در پادپیسه کردن توهین نکنید تو انشاءالله با همون مره که نیت کرده ما گذاشتیم انشاءالله اگر پیشتر رسیم فبها و نعمه، اگر زیادتر شد اون هم الحمدلله ثم الحمدلله. ولی انشاءالله که توهین نکنید در پادپیسه کردن، در گذاشتن لایکاتون تا سبب بیشتر بیداری ملت شود. هر روزه خبرها و آن چیزی که از تاجیکستان میرسد این دلالت از پیشروی ما و شماست